سلام، من حدیثم. خوش اومدین به ویدیوی من. یه عزیزی اومد برای من یه کامنتی گذاشت که ترید کردن یه جور قماره. من گفتم اپیزود این هفته رو راجع به همین موضوع صحبت کنم که آقا این ذهنیت یه سری افراده که هیچ اطلاعاتی راجع به بازارهای مالی ندارن، اطلاعاتشون ناقصه، وارد بازار میشن، ضرر میکنن و میگن که خب قماره. بر چه اساس میگی ترید کردن همون قماره؟ من توی اپیزود مشاهداتم گفتم آقا مشاهداتت رو بررسی کن، همون رو معامله کن. خب توی بازی قمار کدوم مشاهده رو تو میخوای بررسی کنی که واردش بشی؟ بله، یه جور قمار محسوب میشه برای تویی که استراتژی نداری، میخوای شانسی ورود کنی. بله، برای تویی که میخوای یه نتیجه سریع داشته باشی، سریع پول رو ببینی. حقم داری، یا اشکالی نداره. تمام سوشال مدیای ما پر شده از این که میگن بیا اینجا من بهت بگم چطوری 20 دلارت رو بکنی 100 دلار. آره میشه ها، نمیگم نمیشه. من کردم. من 20 دلار رو کردم 200 دلار. 200 دلارم کردم 400 دلار. میشه. اما برای تویی که هنوز خیلی راه داری، هنوز خیلی مسیر داری، خیلی چیزا باید بدونی، سخت این ماجرا. برای تویی که اطلاعات تجربت کافی نیست، نه نمیشه. و تو اونو میبینی از بازار انتظارت اینه که خب من باید سریع پول در بیارم. اصلا تو اولین اپیزودی که من ریکورد کردم گفتم که با ذهنیت پول در آوردن نیا توی این بازار، با این ذهنیت وارد نشو، چون اون وقت از پلن معاملاتیت میمونی، از مدیریت سرمایت میمونی، همش میخوای پول دراری. نه، تو باید روی پلن معاملاتیت مستر بشی، تو باید رو پلن معاملاتیت قوی بشی. حتی مثالم براش زدم، گفتم اون دکتری که عمل جراحی داره انجام میده، در لحظه عمل تمام حواس و تمرکزش به اینه که داره چی کار میکنه، به این نیستش که الان از اتاق عمل برم بیرون، پولمو کی بگیرم، کی قراره پولم رو دریافت کنم، چه مبلغی از این جراحی قراره دریافت کنم. به اینا فکر نمیکنه. به این فکر میکنه تمام تمرکزش روی همون لحظه روی عمل جراحیشه. حالا تو قمار چجوریه؟ تو یه شرطی رو بستی، حد ضررت مشخصه. آقا من 1 میلیون شرط بستم، 2 میلیون شرط بستم، در بدترین حالت ممکن اگه تمام پولم رو ببازم 2 میلیونه. زمانی که توی ترید کردن توی معامله رو باز کردی، اصلا نمیدونی چی کار میخوای بکنی، نه پلن داری، نمیدونی حد ضررت چقدره، نه حد سودت چقدره، کجا چقدر سود کردی ببندی، چقدر ضرر کردی ببندی. میشینی نگاش میکنی. خب اگه تو سودم باشه امکان داره بیاد تو ضرر، اگه ضرر باشه ممکنه ضررت گنده تر بشه. وقتی خب هیچی ندونی میخوای چی کار کنی؟ میخوای شانسی معامله کنی؟ من میگم مشاهداتتو بررسی کن، میگم اگر که بازار داره قله ها و کف های بالاتر میزنه یعنی صعوده، میتونی توی یه کف ورود کنی، یه کف رو شناسایی کنی و ورود کنی. اما تو توی قمار کاری از دستت بر نمیاد که تو یه شرطی رو بستی، یه پولی رو گذاشتی، کاری هم از دستت بر نمیاد. شانس باهات یار باشه انجامش میدی میبری، شانس باهات یار نباشه میبازی، همون مبلغی که گذاشتی رو میبازی. اما اینجا داری صحبت از 1% 2% میکنی. وقتی بشینی نگاه کنی معاملتو، هیچ کاری انجام ندی، ممکنه کل مارجینت رو ضرر کنی. همون اندازه که ورود به یک معامله مهمه، خروج از یک معامله هم مهمه. اون کسی که فکر میکنه این یه قماره، ذهنش کاملا با دنیای احتمالات ناشناخته است. ما واقعا توی دنیای پر از احتمالات عجیب غریب داریم زندگی میکنیم. شاید یک سری چیزهامون رو ثابت کرده باشیم، مثل محل زندگیمون، کارمون، هدفمون، شغلمون، که احساس امنیت بهمون دست بده. ولی واقعیت اینه که هر احتمالی در روز ممکنه پیش بیاد برای تو. هر احتمالی ممکنه در روز برای بازار اتفاق بیفته و
تو باید خیلی راحت باشی با این مسئله. هیچ ربطی هم به شانس نداره. احتمال اینکه بازار بره بالا هست، احتمالی که بازار بیاد پایین هست. تو مشاهده‌گری، مشاهداتت رو تحلیل میکنی، بر اساس مشاهداتت و حجم سرمایه‌ای که وارد بازار کردی تا بتونی ازش سود کسب کنی، نسبت به اینها تو میای تصمیم میگیری کجا با چه حجم ورود کنم و وقتی ورود کردم کجا در چه شرایطی خروج بزنم. وقتی که ورود میکنی 2 تا احتمال داره دیگه، اینکه یا ببری جز وینرها باشی یا ببازی. اگر قراره ببری چقدر ببری، اگر قراره ببازی چقدر ببازی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. من خیلی میبینم خیلی اینکه ویو میخوره ویدیو، ولی خیلی ناراحت میشم، واقعا برام ناراحت کننده است. منم وقت میذارم ویدیو براتون ریکورد میکنم برای اینکه شما استفاده کنید، اما میبینم دریغ از یه دونه لایک. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما لایک هم کنید، کامنت برام بذارید، استقبال میکنم.